سلام بچه ها، صبح گرم تابستونیتون بخیر. الان ساعت 5 صبح هستش. 5 صبح اگه اشتباه نکنم 12 مرداد 1404. دومین باره فکر کنم دارم ضبط میکنم. به یه مشکل فنی برخورده، میکروفون درست کار نمیکرد. داشتم عرض میکردم خدمتتون همین چند وقت پیش، یعنی بین روزی که ویدیو قبلی رو رکورد کردم تا الان، یه حالتی برای من پیش اومد، یه حالا مشکل جسمی کوچیکی برای من پیش اومد. ذهنی که نه، خدا رو شکر منتالی انقدر خودم قوی نگه داشتم که بومم نمیتونه من الان تکون بده. حالا یه مشکل جسمی کوچیکی برای من به وجود اومد که یک وقفه‌ای بین کار کردن و درس خوندن من انداخت. به این صورت که مثلا انقدر کمر درد من زیاد شده بود، مثلا کمرم درد میکرد میزد به پاهام، یه حالا درد خیلی شدید داشت که اذیت کننده بود. بیشتر نمیتونستم بشینم، نمیتونستم دراز بکشم، نمیتونستم خیلی سر پا بمونم. بعد اتفاقی که افتاده بود، این سیکل درس خوندن و کار کردن منو یه جورایی خرابش کرد. خب یه جورایی به هم ریختش. مثلا اگه قبل اون خب از 5 صبح شروع میکردم، دیگه رو صندلی بودم و یا رو تخت دراز میکشیدم درس میخوندم تا دیگه 12 شب 1 صبح، بعدش دیگه میخوابیدم. یعنی اینطوری بود که نمیتونستم بشینم، نمیتونستم دراز بکشم، نمیتونستم درست بخوابم چون خیلی درد میکرد. میخوابیدم همش کابوس میدیدم. این 2-3 روزه اینطوری بود. بعد اتفاقی که هست، اتفاقا میخوام راجع به همین صحبت بکنم. استمرار بچه ها معنیش این نیست که مثلا من در طول ماه این مقدار کار رو باید انجام بدم، حالا اینو پخش میکنم بین مثلا 30 روز ماه. آقا روزی 10 ساعت در ماه مثلا میشه 300 ساعت. اوکی؟ نه، استمرار اینطوری نیست. استمرار اینطوری جلو نمیره. و استمرار اینه که من تو یک روز چه حالم خوب باشه چه حالم بد باشه، هر اتفاقی بیفته اون کارم رو حتی شده به مقدار کم انجام میدم که این سیکل کار کردن من به هم نخوره. ممکنه مثلا من امروز نسبت به دیروز کمتر کار کرده باشم، ممکنه امروز اصلا حالم خوب نباشه یا هر چیزی. مهم اینه که امروز کاره رو کردم. حالا دیگه اینطوری نیست که مثلا آدم هر روز 5 دقیقه کار بکنه بگه خب من دیگه کارمو کردم دیگه، من در مسیر درستیم. نه، اینطوری نیست. میخوام اینطوری بگم، تعریف درستش اینه: شما، ما، من خودم در خط مقدم، من فعلا به اون روز موعودم نرسیدم که بتونم خودم من موفقیت‌های زیادی در زندگی کسب کردم و اون روز موعودی که الان مد نظرمه که برسه و من سینه رو بدم جلو، سر رو بگیرم بالا، بگم من یک انسان موفقم، هنوز یکم مونده. ولی من موفقیت خیلی زیادی تو زندگیم داشتم، خدا رو شکر، و خواهم داشت. این راه رو باید وقتی طی میکنی، هر روزی که میگذره تو با خودت بگی، وقتی که اون روز تموم شد بگی که من هر چیزی که امروز در توانم بود رو انجام دادم. نه ربطی به ساعت داره، نه ربطی به نوع کار داره، نه ربطی به جنس کار و جنسیت انجام دهنده کار داره، ربطی به اینا نداره. ببینید اینطوری بذاریم بهتون بگم، خصوصا تو درس خوندن و حالا ما زمانی که کنکور میدادیم چقدر از این چرت و پرتا زیاد بود. فلانی این ساعت درس میخونه، اون یکی این ساعت دیگه درس میخونه، کدوم موفق میشه؟ هیچ کدوم از اینا معیار نیست. بذارین که توضیح بهتون بگم. فرض کنین 2 نفر قراره یه بسته رو برسونن از یک شهر A به شهر B برسونن که فاصله مثلا 30 کیلومتری 50 کیلومتری داره. یکشون با دوچرخه است، یکشون با ماشین. اوکی؟ قطعا اونی که با ماشینه سریعتر بسته رو به محل میرسونه، درسته؟ مثلا شما فرض کنید تو 30 دقیقه میرسونه. اونی که دوچرخه داره مثلا توی 1 ساعت، توی 60 دقیقه میرسونه. این 60 دقیقه بیشتر از این 30 دقیقه کار کرده، درسته؟ اگه بخوایم اونطوری در نظر بگیم که هر چقدر ساعت کاری بیشتر باشه موفق تره، که این باید موفق تر باشه. نه، ولی این موفق تره که این یک کار معین رو در ساعت کمتری انجام داده، پس این موفق تره. پس مهم اون راندمانش هستش، مهم اون بازدهش هستش که شما بتونید
اولا که نهایت تلاشتون رو بذارین و دوما از بهترین خودتون استفاده بکنین. دیسیپلین هم همینو میگه. این دیسیپلینی که انقدر اهمیت داره و هر کسی که میبینی یه میکروفون جلوش انداخته راجع به دیسیپلین حرف میزنه، منم یکی از اونا، همین رو میگه. میگه شما در یک روز آن چیزی که میتوانی رو انجام بدی. اوکی؟ و دیسیپلین هم یعنی همین، هم استمرار هم دیسیپلین. دیسیپلین نیاز به استمرار داره، استمرار نیاز به دیسیپلین داره. این دوتا با هم شرط لازم و کافی هم دیگه. استمرار یعنی این که من اذیت داشتم، حال جسمیم زیاد خوب نبوده، نمیتونستم رو صندلی بشینم، نمیتونستم تو موقعیت و پوزیشنی قرار بگیرم که کارمو انجام بدم، کمتر این کارو کردم. خب ولی این داره استمرار رو خراب میکنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ دیسیپلین میاد وارد کار میشه. دیسیپلین میگه چی؟ دیسیپلین میگه ببین درسته تو الان مشکل داری، نمیتونی شاید اون صد خودت رو بذاری، اوکی، اون صدی که مثلا در روزهای قبل داشتی رو بذاری، ولی بالاخره باید این کارو بکنی دیگه، چون رقیبا به این فکر نمیکنن که فلانی کمرش درد میکرد نتونست درس بخونه، فلانی مشکل خانوادگی داشت مثلا نتونست این کارو بکنه. نه، هیچ کسی به این چیزا اهمیت نمیده. این دنیا خیلی جای خشنیه. دنیا جای خشنی نیست، ما انسان ها آدمای خشنی هستیم، ما انسان ها موجودات خشنی هستیم. دیسیپلین میگه آقا همچین قضیه ای نیست، باید تو کارتو بکنی. پس میگه خب من چیکار کنم؟ آهای دیسیپلین، من وضعیتم اینطوریه، من شرایطم اینطوریه، من وضعیت روحی خوبی ندارم، من وضعیت جسمی خوبی ندارم، من امکانات خوبی ندارم. میگه بالاخره یه کاری بکن. آقا یه کاری بکن دیگه. بالاخره باید یک کاری انجام بدی، هر چیزی که از توانت برمیاد رو باید انجام بدی. بعد این باعث چی میشه؟ باعث میشه که شما با هر حالی که داری یک کاری رو انجام بدی و این استمرار اتفاق بیفته. این یکی از کارهایی که دیسیپلین و استمرار براتون انجام میده. این باعث چه اتفاقی میفته؟ این باعث چی میشه؟ باعث چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که دقیقا اون سیکل کار کردن شما، حالا چه درس خوندن باشه، چه هر فعالیت دیگه باشه، ورزش باشه، دوش آب سرد باشه، هر چیزی که باشه، این خراب نشه. چون ببینیم وقتی بین کاری وقفه میفته، قبول دارم واقعا برگشتن به اون کار سخته. مثلا میگم این 2 روز و این 3 روز و مثلا اگه من کلا هیچ درسی نمیخوندم، شاید خیلی الان برام سخت بود که مثلا 5 صبح بیدار بشم. این چند روزه چی بود؟ مثلا من از 12:30 وارد تخت میشم که بخوابم، حالا تا ساعت 1:30 طول میکشه خوابیدنم، با اون کمردرد مثلا تا 2 طول میکشه، تا 3 طول میکشه. مثلا صبح دوباره 5 بیدار میشدم. ببین خوابم میومد، درسته، من چون نتونسته بودم خوب بخوابم، من خوابم میومد چون اذیت داشتم، نمیتونستم از تختم بیام بیرون، انقدر مثلا کمرم درد میکرد، ولی خب من 5 بیدار میشدم، 5 از تختم خارج میشدم، کارهایی که روتین صبح هر روز عادی انجام میدم و انجام میدادم. حالا بعدش مثلا ساعت 9 مثلا ساعت 10 مثلا حالا یه چرتی دوباره میزدم که هم خوابم تنظیم بشه، هم دیگه سردرد نگیرم، هم خود دردم کمتر بشه. و وقتی که بیدار میشدم، درسته من اذیت داشتم و نمیتونستم کارم رو انجام بدم، ولی حالا یه در حد یه ورق زدنی، مثلا در حد اینکه تو اتاق قدم بزنم، یه کتابی بخونم، این کار رو انجام میدادم که همون مثل سیمانه دیگه، اگه هم نزنی صفر میشه، یه همچی چیزیه. این کاره رو قطع نباید کرد، استمرار رو باید داشته باشی. استمرار به چی نیاز داره؟ به دیسیپلین. اوکی؟ و تعریف پیوری که دیسیپلین داره اینه که شما اگه یک کاری رو چه دلت بخواد چه دلت نخواد، اگر لازم باشه که انجام بدی، باید انجام بدی. اتفاقا من ویدیوی پیشم گفتم یه حالتی در من ایجاد شده که من دوست دارم مثلا این کارا رو انجام بدم. خب حالا این خیلی هم خوب نیستا. شما باید اون کاری که دوست نداری رو هم انجام بدی. چرا؟ سنکا میگه ما کارهای سخت رو انجام میدیم، کارهایی که مثلا به بدنمون فشار میاره رو انجام بدیم که به بدن نشون بدیم رئیس کیه. من مثلا وقتی آب سرد رو باز میکنم،
قبل اینکه برم زیرش مثلا اینور وای میستم، اون آبی که چکه میکنه میخوره به زمین، قطره‌های کوچیکش میپرن میخورن به بدن آدم و خیلی سرده، یک حسی رو به بدن القا میکنه که وای این آب سرده، نباید بری توش، اگه بری توش اذیت میشی. اون لحظه است که بدن میخواد کم بیاره، بدن میخواد فرار کنه، ولی ذهن میگه نه، اینجا رئیس منم، من هر کاری رو بگم تو موظفی اون کار رو انجام بدی. به خاطر همین میری زیر آب سرد، اون درده، اون اذیت به وجود میاد، اونو تحمل میکنی و هر لحظه بهترم میشه. اون مثلا 2 ثانیه اولش سخته، ولی اینجا بدن یاد میگیره، بدن یاد میگیره که من اذیت میشم و من خسته میشم و دردم میاد و اینا. جلوی ذهن اینا کاربرد نداره، ذهن رئیسه، مغز رئیسه و هر کاری اون بگه رو من باید به نحو احسن انجام بدم، چه اذیت بشم چه نشم، چه حالا بهتره که اذیت نشم. به خاطر همین وقتی 5 صبح، باور کنیم من خیلی وقتا قبل از اینکه گوشیم شروع بکنه به زنگ زدن من بیدار میشم، چون دیگه بدن عادت کرده، بدن متوجه شده که آقا من دیگه 5 صبح باید بیدار بشم. مثلا امروز 4:57 بیدار شدم، قبل از اینکه گوشیم زنگ بزنه بیدار شدم، چون دیگه بدن یاد گرفته، بدن آماده است، میگه آقا من دیگه 5 باید بیدار بشم، این مغزه، این رئیسه، این باس قرار منو بیدار کنه، قرار منو بیدار کنه از من کار بکشه. حالا خودم بیدار بشم دیگه، خودم بیدار بشم کارا رو بکنم دیگه. من قهوه رو میخورم صبح بدون صبونه، مثلا معده درد میکنه، یا یه روز درد میکنه 2 روز درد میکنه، نکنین این کارا رو، زیادم خوب نیست. حالا من چون خیلی کم میخوابم زیاد قهوه استفاده میکنم، قهوه با معده خالی زیاد خوب نیست، ولی این 2-3 روز درد میکنه، از روز 4م میگه که آقا من چه درد بکنم چه درد نکنم، این رئیس این کارو با ما میکنه دیگه، حالا دیگه درد نکنیم. اینطوریه. آره دیگه، دیسیپلین اینطوری کار میکنه. دیسیپلین میگه که یه، حالا این قضیه اصلا من ارتباط گرفتن من با دیسیپلین چجوری شروع شد. من اتاقم یه مهتابی داره، حالا دیده نمیشه متاسفانه، اینجا اینور بالا، این مهتابی خیلی بزرگه، مهتابی مال حال بود که حالا مثلا کنف و اینا که برای خونمون اون زمان که میومدیم زدیم، اینا رو که باز کردیم من یکشو آوردم وصل کردم به اتاق خودم که مثلا اتاق روشن‌تر باشه که توش مطالعه انجام میدم اذیت نشه. این یه حالتی داشت، این میمونه سر جای خودش، یهو شروع میکنه اینطوری صدا میده، بعد این باید پاشی یه اشاره کوچیک بهش بزنی این قطع بشه. مثلا من می نشستم یا دراز میکشیدم، این یهو شروع میکرد به صدا دادن، بعد وای خدایا دوباره پاشم این کارو بکنم، همین لحظه که مثلا به خودم میگفتم وای دوباره باید پاشی هی اینو بزنی، همون لحظه پا میشدم میگفتم نه شرمنده. خیلی ربطی به دیسیپلین نداره، ولی دیسیپلینه به من میگفت که آقا صدا میده پاشو بکن، دلت نمیخواد پاشی این کارو بکنی، سریع پاشو انجامش بده، تموم شد و رفت. و آخرین مطلب رو هم در پی همین بگم، همین اتفاق خیلی کوچیک بگم. بچه انسان باید در طول روز موفقیت‌های کوچیکی کسب بکنه که بتونه به اون موفقیت بزرگ برسه، براش آماده بشه. انسان پتانسیل رسیدن به هر چیزی رو داره، باید براش آماده بشه. به خاطر همینه میگن که شما اهدافتون رو بنویسین روی کاغذ، جلوش یه کادری مثلا بزنید، در طول روز یه سری تسکایی انجام بدین، تسکی که انجام دادین تیک بزنید. وقتی که اینو تیک میزنی یک حالت موفقیتی بر تو ایجاد میشه، میگی که آقا این من این تسکو تیک زدم، یک حالت رضایتی در تو ایجاد میشه. مغز عادت میکنه که تسک هاش رو تیک بزنه، مغز آماده میشه، میگه آقا من باید یه سری تسکا رو انجام بدم، تیک بزنم، خیلی حال میده، خیلی باحاله. و ذهن برای موفقیت آماده میشه، ذهن یاد میگیره که باید موفق بشه، موفقیت چیز خوبیه، موفقیت حس خوبیه، اینطوری ذهن یاد میگیره. به خاطر همینه که باید در طول روز موفقیت های کوچیک داشته باشین. مثلا میگم اگه درس میخونین یک بازه‌ای رو براش مشخص بکنین، مثلا یه بازه دوتایی، یه بازه ستایی مشخص بکنین و توی این بازه یه سری تسک برای خودتون تعیین بکنین، این تسکا رو که انجام میدین اینو تیک بزنین. اینطوری ذهن آماده میشه برای موفقیت های بزرگتر. ذهن رو باید آماده بکنین بچه. اون ذهنی که من دارم، اون مغزی که من دارم هیچ فرقی با اونی که شما دارین، با اونی که ایلان ماسک داره، با اونی که مثلا فلانی داره، با اونی که مثلا پروفسور سمی داره، هیچ فرقی نمیکنه. فرق و تفاوت
تنها در نحوه استفاده از این امکاناتی که خدا برای ما داده. وگرنه راکی حرف خوبی میزنه، میگه من با اینا شروع کردم، با 2 دستام، با دستای خالی، هم دستایی که منم دارم، همینجوری اینطوری هم میکنه، هم دستایی که منم دارم شما هم دارین، این با این ذهنی که مثلا من دارم شما هم دارین، خیلی هم دارن، همه چی با اینا شروع میشه. منتها مهم اینه که بدونید چجوری درست از اینها استفاده بکنید. بچه‌ها مطالعه بکنید، ورزش بکنید، گاهی اوقات به خودتون سخت بگیرید، گاهی اوقات به خودتون آسون بگیرید. استمرار رو به نحوی که گفتم فراموش نکنین. استمرار خیلی چیز مهمیه. با دیسیپلین باشین و با هر چیزی که میتونین به خودتون انگیزه بدین، چه انگیزه مثبت چه انگیزه منفی. حالا برای خودم که اینطوریه، مثلا من انگیزه های منفی هم خیلی بهم کمک میکنه. خیلی از آدم ها اینطوریه، تا یه اتفاق بدی براشون میفته ناراحت میشن و افسرده میشن و خودشون رو میبازن. من دقیقا برعکسم، نمیدونم و شاید هم حالا خوب نباشه، باید با یه روانشناسی راجع به این موضوع باهاش صحبت بکنم. من یه انگیزه منفی که اتفاق میفته، مثلا یه اتفاق بدی که برای من میفته، خیلی بیشتر انگیزه میگیرم برای کار کردن، خیلی بیشتر انگیزه میگیرم برای کار انجام دادن. شما هم اینطوری باشین بچه‌ها، نه مثل من. شما هم همیشه رو به جلو باشید، قرار نیست مثل من باشین، منم قرار نیست مثل شما باشم، مثل کسی دیگه باشم. رو به جلو باشین، این مهمه، این در مسیر موفقیت مهمه، نه تقلید کردن. میگه خلق را تقلیدشان برباد داد. خودتون رو پیدا بکنید، مسیر خودتون رو پیدا بکنید، نحوه دیسیپلین خودتون و نحوه استمرار خودتون و نحوه ارضاء ذهنی خودتون رو پیدا بکنید و با اون جلو برید. مطمئن باشید این دنیا جواب میده، مثل تمام دفعاتی که به خیلی انسان ها جواب داده، به من و شما هم جواب میده. موفق باشین بچه ها، دوباره میبینمتون تا یه روز دیگه.